خیلی حیف است یک ملتی که عبارت از 10 میلیون است زیر ظلم یک اولاد قرار داشتگی باشه، اونم 30 سال، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال باشه یک قبول از بهانه کردن. 30 سال است مردم، حیاتی من است. من سال 1990 تولد شدگی هستم، 92 اینمی پدنالتی حرامزاده سر قدرت آمدگی است. من از وقتی که دنیا را شناختم اینمی پدنالت دیدگیم. نیست ای تاجیکستان نفر دیگه نیست، دیگر ها همه گوسپندن، اینمی فقط یک آدم فقط چوپانی میکنه. در تمام اینجا میشینین میخیزین زباناتون درست تعریف میکنین ما ملتی کهن بنیادیم. شرم نمیدارین شما؟ هر روز نواراتون برآمده سه در اینترنت ها. تنها در این فیسبوکی ما زیاده از 100 نفر مردم افغانستان هستند، همچنین مردم ایران هستند، هم زبان های ما و شما. نواره های ما و شما را میبینن، شرم نمیدارین شما؟ کار تا جای اومد رسید که در سازمان های حقوق بشر گپ از شرمگاه دختری تاجیک میروه. عیب نیست؟ از دست اینمی حکومتی پلید است همه همی چیز. دختری تاجیک باید باکیره باشه یا که باکیره نباشه. شرم نمیدارین شما مردهای تاجیک؟ با کدام رو شما خودتون مرد میگین؟ با کدام رو شما خودتون مسلمان میحسابین؟ ناموسی شما در کجای؟ نخواه انسان قدر بے ناموس و بے غیرت بشوه. من نمیخواهم زیاد نوار بکنم، به خاطر که من نمیخواهم که خوشامدی بگم شما را. وجدانی من نمیبرداره به خدا قسم. من شما را با وجود همین قدر مینوساتون فقط خوشامدی بگم که شما خیلی مردمی خوب هستین. نیستین آخیه مردم. چه خیلی دروغ بگم در همین نوارو، چه خیلی بگم که شما مردمی با شرافت هستین. از این حساب است که به خدا قسم من نمیخواهم که زیاد نوار بکنم، اما بعضا وقت مجبور میشم، زورم میآید، دیلم پر میشم، من مجبور میشم که ببرام این اینجا دیل خالی بکنم. تا که ما و شما هم خیلی خاموش میستیم، ما و شما خاموشک نیستیم، ما و شما انسانیم. به خدا قسم همه گوسپندم حتی اگر گرسنش بمون یک درزه که در پیش نپرتم یک معص بعص میکنه. آخی من نمیدونم شما ما مردم تاجیکستان چی ذات هستیم که میکشنمون خاموشیم، میدزدنمون خاموشیم، گشنمون میمونن خاموشیم، تشنمون میمونن خاموشیم. 30 سال است که ما شما برق ندیدیم، دریش هم خاموشیم. من چی بگم با همه مینوسه هایی که شما دارین؟ ببرم با تعریفتون بکنم؟ من نمیتونم به خدا قسم دروغ بگم. من مجبور هستم که ببرم بگم که مردم شما خودتون هستین که این همی خیلی روزا در گرفتار شدگی هستین. مردک عصری 21 است آخی. ما میگیم مردم باید شما بخیزین یک میتینگ بکنین، جای کار طلب بکنین، از قیمت رفتن نرخ‌های اوزقواری گپ بزنین، طلب بکنین از حکومت چی سبب شدگی است، از ناتوانی حکومت گپ بزنین. ما یه چیزا و شما میگین جنگ میشوه. دیونه شما چی جنگ میکنین؟ سگ جنگ میکنه، نه خود آدم جنگ بکنه. چی به شما یک بار همین سبب از خودتون سوال نمیکنین؟ سبب در چیه که جنگ بشه؟ باید از کی میترسین؟
از همون اسکر بچه‌هایی که بچه‌های ما و شما هستند با زور میبرنشون خدمت، نخوا که اما بالای سر همین 4 مسافد کمپیر تیر بکشوین. با خدا قسم یگان جنگ پنگ نمیشوه، نوی پوست بشوه آخی همین جنگ خودش. اینه ملت با همین روز آوردن جنگ ده. در جنگ هم همین خیلی گشنه نمیمونی، در جنگ همین خیلی قیمتی نیست. در همون سالای جنگ آخی بعد جنگ سالای 97 96 اینه من تازیر در خاطر دارم همون وقتا در خوبتر از این وقتا بود. مردم شرایطی داشتن که غیر از اونه که در خانه هاشون خچون میخوردن، در یک هفته یا که در یک ماه یک بار نوبت مسجد داشتن، اوقات میکردن گوشت قطعی میگرفتن و مسجد میبردن. امروز در کجای خیلی چیزا هست. امروز به همون شکم فرزندای خچه نمیاوه مردک تامین بکنن، ولی کجا برسه به نوبت مسجد به یک خیر سخاوتی دیگر. پس از این چیز برمی آید که جنگ خوبتر است از این نمی زندگی که امروز ما داریم. خپیدن هم یک چیزا جنگ میشه این بهانه. با این بهانه قطعی ما و شما از این ظلم نجات نمیابیم. با خدا قسم 100 سال دیگر شما همین خیلی خاموش بستین، این همین رژیم بالای سر شما از این دست زیاد کرده رفتن میگیره ظلم. یگانه راه قیام کردن است، یگانه راه این همین رژیم از بین بردن است، یگانه راه بعد از بین بردن این رژیم از حکومت آینده طلب کردن است، لجام او حکومت به دست گرفتن است و ایلا یک حیات در بدر میگردین، یک حیات اینم خیلی گرسنه میگردین. کدامت میتونی در همین ماه شریف رمضان برای کو یا 5 کیلو گوشت بخر در خانه 4 کم بغل بر تقسیم بکن؟ نمیتونی، برای که نداری همون شرایط. اول که جای کار نداری تو، دیگه که ارزان نیست همون چیز که تو بخری و چیزه. همین خیلی رفتن بگیره 10 سال بعد دیگه ما و شما کی میشیم چی میشیم؟